سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال من. بچه‌ها امروز قراره تو آموزش بدم که بهتون آموزش بدم که چجوری جی تی سن آندرس رو روی کامپیوتر یا اون پی سی تون نصب بکنید. خیلی آموزش راحته و خیلی راحت میتونید این کار انجام بدید. خب دیگه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها، اول از همه شما باید بیاین داخل مرورگرتون بنویسین دانلود بازی جی تی سن آندرس. حالا من اینو اشتباه نوشتم، از پارسی دانلود. اینجا سایت پارسی دانلود براتون بالا میاد، میرین داخلش و پایین میاین اینجا داخل این قسمت ببینید نسخه الامینگوس هستش، نسخه دودی، نسخه فارسی و میتونید هر نسخه که دوست داشتید میتونید دانلود بکنید. نسخه الامینگوس رو میتونید دانلود کنید با 3 گیگ، نسخه دودی 3 گیگ، نسخه فارسی 3 گیگ و 900، یه مقدار بیشتره. و همین اگر شما نسخه الامینگوس، حالا من نسخه دودی رو خودم نصب کردم، اگر شما نسخه الامینگوس یا نسخه دوبله فارسی رو نصب کردین باید اینجا قسمت موسفیکس، اینجا موسفیکس 1 رو دانلود بکنید، بعد برید داخل موسفیکس 1 فایلش رو بگیرید کپی کنید داخل فایل بازیتون. حالا من دودی رو نصب کردم، آموزش دودی رو میخوام براتون بذارم. از اینجا میایم بیرون، حالا فایلش که اومد استرکت جی تی رو میزنید و این فایل رو بهتون میده. حالا میرین داخل فایل، اینجا یه فایل دوباره میرین توش، یه فایل دیگه است دوباره میرین داخلش و اینجا 3 تا گزینه دارید. اینجا روی ستاب نونم چی کلیک میکنید به این صورت مثل من و اینجا با براتون قسمت دانلودش براتون بالا میاد. خب یه دونه کلیک میکنید روش و جهت بالا رو میزنید و این قسمت براتون بالا میاد. حالا دکمه اینستال رو میزنید و اینجا این قسمت اینو میزنید و اینجا وقت فایلی که میخوایم بازش دانلود بشه رو انتخاب میکنید. حالا من از قبل مثلا یه فایل توی پوشه F اینجا یه دونه فایل دودی درست کردم، میام اینجا روی این میزنم به این صورت فایل F میرم داخلش و فایل دودی رو میزنم روش و اوکی میزنم. حالا اینجا درایو F دودی گراند جی تی اس آندرس. حالا اینجا اینستال رو میزنید و منتظر میمونید که نصب بشه. به همین راحتی، کار نداشت، واقعا کاری نداشت، خیلی راحت. حالا من این کات نمیکنم، خیلی یعنی اصلا طول نمیکشه و من یه گیم پلی خیلی کوتاه میرم داخلش که ببینید بازی میاد و همین میریم که مثلا نشون بدم که بازی براتون میاد و یه ریز برم داخل بازی ببینید چه جوریه و همین. و این ویدیو رو حتما لایک بکنید. چنل یوتیوب همه دیگه توش آخرین ویدیویی گذاشتم 1 سال پیش بود چنل یوتیوبم و قراره توش کلی ویدیو آموزشی و کلی ویدیوی گیم پلی براتون بذارم. حتما این چنل یوتیوب هم دنبال بکنید و اگر چنل آپارتم هم دنبال نرید حتما برید اونم دنبال کنید، کلی ویدیو هم تو اون میذارم. و همین دیگه، لایک و کامنت هم یادتون نره. اگر جای مشکل داشتین کامنت بذارین، من سعی میکنم جواب بدم یا یه ویدیو جداگانه براش بذارم. و همین، و گفتم نسخه الامینگوس و فارسی رو باید اون موسفیکس رو نصب بکنید، برین داخل فایل موسفیکس و اون فایل رو توی خود فایل بازیتون کپی بکنید، یعنی پیستش بکنید، کپی و پیستش کنید. همین به همین راحتی. ولی نسخه دودی نیاز به موسفیکس نداره. نسخه دودی دیگه موسفیکس نمیخواد و خود بازی موسش کار میکنه. و همین، اگر هم یه وقت با آموزش من مثلا آموزش که نفهمیدی که چجوری باید موس رو درست بکنید توی الامینگوس و فارسی، توی خود سایت توضیحشو نوشتیم، توی همونجا ببینید. و همین، این هم که ست شد و تمام. ما اینجا فینیش رو میزنیم. حالا اینا رو بک میزنیم، کاری به اینا نریم. این فایل رو که کاری نداریم میندازیمش این ور، این هم میبندیم و بازی جی تی اس آندرس اون نصب شده. میتونیم بریم داخل بازی، یه
کلیک راست که نیازت همینجوری میزنیم بریم توی بازی. صبر میکنیم ببینید که بازی به همین سادگی داره براتون بالا میره، هیچ ایرور یا هیچ چیز خاصی نداده، همین به همین راحتی بازی براتون اومد. حالا من اینجا استارت، من نیو گیم نمیدونم که لود گیم لود دارم از همونو بالا میارم میرم تو بازی که بازی هم دیگه ببینید که دیگه مطمئنی اینم از بازی. میبینید که به همین سالمی و روون خیلی بازی روونه. حالا موتورم میشیم و به همین راحتی. اگر مشکلی داشتین، مشکلی چیزی داشتین تو کامنت ها بنویسین دیگه، یا جوابتون رو میدن یا ویدیوی جداگانه براش میسازم. و دیگه همین، مرسی که تا ویدیو همراه من بودین و تا ویدیوی آموزشی و ویدیوی گیم پلی داخل یوتیوب. فعلا خداحافظ.